در توی نکاحی که آیت فنکح آمده است تو ارتیس عرق بیارین. اینه برادرها، این به منم تعلق داره. من 5 دختر شوهردار دارم. یکی بی ارتیس ما تاولک زنی نموندیم خداهایا. گفتیم در همون خانه خود چی نامعقلیه که داری همونجا، اینجا نه. یه حولی ماده نه. نباشه 3 خدای ما حساریه. یا تشو غازی ملکیه. مسلمان باشه، نمازخوان باشه، روزگیر باشه، اهل شریعت امام باشه، فرق نداره. و برای ما چه فرق داره؟ انما المؤمنون اخوه، لا اله الا الله محمد رسول الله. ترک، تاجاک، تتر، عرب و نیگر همه را برابر کرده است. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا برای همین ما در معیزه شیشته نمیتونیم، نه جوان ما نه پیر ما، برای همه مونده ایم. یا هوش و گوش مونده دیگه جاهای، در دیگه جاهای. یا انسان اگر در تجارت باشه همین تاجر میکنه، یا تاجری رو میکنه که ایامو یا سیر اسرار تجارت و همین گپ زنم خطیمو. ایتا یک عالم را بپرسم، یک حدیث را بپرسم، یک آیت را یا فرض را بپرسم، یک تاریکی حیات زندگانی ما روشن کنم، نه همون نفسی را میکنه، کفترباز و کوباز که یک چک کنیم. نه برای برادر عزیز مهربان، این ملاها و ایشانا هم خدا توفیق شان بده خیلی با غیرت و بهیمتش که پیش خودش گپ زنه. اینا رو پرسیدن در کار، همه جانبی دین شریعت. ما گفتیم که این همه خوردن خو رفتن باشه، ما ملاها 6 برابر اومیا میخریم، 6 برابر اومیا شاید کار کم کنیم. یکی مشکل با مهنت مینیم، کلن مینیم، حتی دام کرچکچا با کریم هم سلام میبندم که خدایا فیض زیاد کنه. به بسم الله من در حولینم نمیدارم الحمدلله، نمیمانم به بسم الله الرحمن الرحیم در آمدنی. لیکن ما و شما این دین شریعت صاحبش ما و شما هستیم، باید ما و شما همت کنیم، کمر همت ببندیم که جوانا از دست نروند، پسرها و دخترها بی تربیه نمانند. ما چندین بار گفتیم، با میگیم که 18 20 25 26 ساله بچه ها را، دختر ها را در نکاحشان شرکت کردیم، کلمه را بگو میگیم در زبانش نمیگرده باور کنیم. لا اله الا الله محمد رسول الله. خدا یک است و یگانه محمد رسول برحق است. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. گواهی میدیم خدا یک است و یگانه، و گواهی میدیم محمد بنده خدا و رسول خداست. و پدر یک بار نگفته باشه، مادر یک بار نگفته باشه، سحر کار رفته باشه بیگه آمده باشه، سحر کار رفته باشه بیگه آمده باشه، مانده شدگی کسب کار غلطی دست خواهش بوده است. برای همین برادر عزیز مهربان، پدرای مهربان، کدامت که باشه علم قرآن داره بسیار خوب بالاتر، علم قرآن نداره ای همه قاعده بغدادی سر کرده، موسفیدا درس سر کنن. جوانا هازی همتشان کم شده است، خیلی همتشان کم شده است، کاسته شده است. جوانا هازی طلب علم ندارن. خیلی 40 ساله بالا دیگه عذر و معذرت نداره. عمر پیغمبری به اکثر روایت 40 سالگی در بیشتری پیغمبران را خدا پیغمبر کرد. از 40 بالا دیگه سهو و خطا و جنایت و معصیت و نافرمان شده، حتی اینکه عذر نداره گفته است. تا این وقت باید میدونست، میفهمید، با خبر میشید. و 50 رفتیم، 60 رفتیم، 70 رفتیم، کی دیگه اصلاح میشیم؟ کی دیگه پسرها را، دخترها را، نبیرها را اصلاح میکنیم؟ ما و شما خودمان اولا که اصلاح کنیم، سعی و کوشش کنیم، حرف قرآن را بخونیم، قرآن خوان شویم، بیگانی و سحری قرآن خوانی کنیم. خداوند فیض برکت در او خانه بریزه. با یه روایت که در کجای تلاوت قرآن شود از همونجا با آسمان نور میره، با یه روایت از آسمان با همونجا نور میریزه. حضرت رسول الله گفت من شاء یکلم مع الله فلیقرأ القرآن. کسی بخواد با خدا گپ زنه قرآن بخونه. ای بالاتر دیگه چی چیده میتونه با خدا گپ زدن؟ آدمو باید سردار، باید پادشاه، باید کلان، باید ظالم، باید منافق، باید بیدین و بی ایمان، یا باید آدم شهرتدار جهانی گپ زدن شرف میدونن، یا قطیش صورت گرفتن آبرو و شرف میدونن. من درباره فلانی صورت گرفتم، یا فلانی قطی صورت گرفتم، یا فلانی قطی گپ زدم. تو با خدا گپ زن. خدایی که خالق هفت زمین آسمان است، خدایی که ترا بهشت میبره. حتی رسول الله گفت که در بهشت خدا یا مقام و منزلت بهشت جای داره که میگه چقدر قرآن میخوانی بخونه رفتم گرفتم بگی، بخونه گرفتم بگی، تو همون جای دانستگی تا چند میدونی همون بگی اینجا. اون بهشت چند طایفه و طبقه داره، همش یخیل نیست، جای داره بهشتی. چند قرآن میدونی همون میتیاند، ایو قضیات نه، کم هم نه. اینو ببینی. انا برای همین التماس بسیار التماس داریم که یاردم کنی، امت یاردم کنی. ماها گپ میزنیم، ما بیشتر در بازار ای زنکا خریداری میکنیم، نصیحتشون می‌کنیم مستیناتون بالا پایان کنی، بالا نکنی خواهرجانا، سر فروختان پیچانه، دروغ نگویی در خرید فروختان، دروغ نگویی. نصیحت من بگم، بابا بگه، وای بگه، بعضش میگه شما چیکار داره،
بعدش حتی حقارت و دشنام میکنم. آخه چیل کار ندارم، تو فرزندی منی، تو ملتی منی، تو مردمی منی، تو در وطنی من زندگانی میکنی، تو فرزندی مسلمانی، پدر و مادرت مسلمان، بابا و ببین مسلمان. حاضر اکل خیر. همون مرکز کسی که برای کرچکا و پیاز و دیگر چه حاجت انسانی خریدنی دیده شه دخترها و بچه ها را ببینی و عروس ها را ببینی، جوان ها را ببینی، احوالش. و خدای نخواستن من شخصا دیگر هر یک وقتی که به حاجت انسانی میرم، حاجت دینی و دنیوی، خدایا میگم دیگر نیام نبینم، اینا را نبینم. خدایا توفیق بده، خدایا توفیق بده، خدایا پناه بده، خدایا پناه بده. همه فرزند مسلمانن. همون را برای پرسیش پدرش، باباش، بابا کلانش خطایی نیست، یپانی نیست، تاجیک و تاجیک زبان همین ملت و مردم. ای دین به دین شده است، ای شریعت به شریعت شده است، از ایمان به ایمان شده است. من برایم یک کوششی بخواهی بدیم، یک نفس، یک دقیقه با خدا بودن، با خدا بودن، برای خدا و شریعت خدا را روشن کردن، یک نفس سعی و کوشش کردن، سعی و کوشش کردن. یعنی ببینی همون کسایی که از دین دورن، از ایمان دورن، از قرآن دورن، با دبالایی در همون مراسمای دینیشان، نکاح و کار خیرات و صدقات و توی و خدایی و دیگرشان، بینی که توبه کردم، خدا پناه بده، خدا پناه بده. این کار این کارا در مملکت‌های کفر بود، اومد در مملکت ما رسید. ای اون مرکزا به این قشلق‌ها آمدنش آسان قدور نیست. 5-10 هزار کیلومتر ای انگلیا و فرانسه و امریکا و روسیه و خیتای و ای اروپا آمد به مملکت و ای پایون به بالا را آمدنش و خراهی نیست. بسیار تیز می آید، در ماشینا و جیپا میارنشان. خدا پناه بده، خدا پناه بده. 100 هزار توبه، آیت توبه برای همین دعا کنید در حق دین شریعت، در حق ملت و مردم دعا کنید. کسی را دیده کدام زنی را، خصوصا زنها و دخترها، دختر جانم، پسر جانم، نبیره جانم، ان شریعت ای خیل است، نماز ای خیل است، روزه ای خیل است. هم مردم اگپا گرفتن گذشتن، بعضیش گوش میکنه، بعضیش گوش هم نمیاندازه. یکی ما باید که وظیفه دینیمون اجرا کنیم، باید وظیفه مسلمانیمون که خدا ببینه که با طرفدار اویم، خدا ببینه که با برای دین او و شریعت او گفتگوزار داریم، دعوت داریم، نصیحت داریم، نصیحت داریم. دایم یک کار کنیم که 4-5 قاره قرآن، یا 4-5 عالم و دانشمند، یا 4-5 مسئله طهارت و طلاق و نکاح و حیض و نفاس و تیمم و غسل و ذبح و حلال کردن و حرام شدن و دیگر میدانستگی را سرجم کنیم، یا گفت و شنید دینی شود. خب آدمای 40 50 یا 60 70 مسافدا اگر در مسجد بعد نماز عصر تا شام خواندن، یا وقتی که بیشترش دیگه عصر شام خانش نمیگردم میشینن، خب بعدی خفتن دیری کنه و شب کوتاهی کنه دیگه. بعد عصر تا شام میشه که یک آیت قرآن، یک حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، یا مسئله دینی، یک مشکلات عامه، یک غم و غصه ملت مردم. ما باید غم این امت رو بخوریم. خدا توفیق شما بچه، بی‌رها شده است، بی توفیق شده است، شرابخور شده است. فرزند ما های، نویره ما های، اهل بیت ما های، اهل ده و دیار ما های، اهل وطن ما های، اهل اینما المؤمنون اخوه. بچه یک مسلمان و مسلمان زاده است. اون نمیس نیست که آخه خیتای نیست که یپان نیست که من چی باید چی کار دارم؟ نه، یعنی ما با کافرها باید کار داشته باشیم که ایمان بیارن. کافرها خاطی سر کار داشته باشیم. چجای یا مسلمان یا فرزند مسلمان بگیم من باید چی کار دارم؟ نه. برای همین بسیار 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 بازی همین ریشدارا، حالا این شکر در شماها و در ما هم که کم شده است، یکی در بسیار جا ریشدار نیست. ما بسیار تخمین میکنیم 50 100 70 80 کس ده یک تا یا 2 تا میبینیم. این راه و روش پیغمبران راه و روش داشتن، سنت داشتن، آداب داشتن، طریقه داشتن. صحابه های بودن که 100 پسر دختر زندار شعبردار کردن. خداوند از فضل کرم و رحمتش و حرمت دعوت مسلمانی، به حرمت قدم قاریان قرآن، به حرمت قدم موسفیدان و پیرانی که 60-70 سال عمر در طاعت و عبادات و سجده الهی دارند. خدایا به حرمت علما و دانشمندان، خدایا به حرمت حاجیان حرمین شریفین، خداوندا به حرمت جوانان که همت عالی و طالب علم هستند و طالب قرآن هستند، خدایا به حرمت جمیع پاکی و پاکیزگی در 7 زمین آسمان، به حرمت و ما ارسلناک الی رحمت للعالمین، خیرات و صدقات را خدا به درگاه اجابت قبول فرمایی و این مراسم بابای حاجی را، هر مراسمی که باشد خدای مبارک، پر فیض، پر برکات، پر ثواب، پر اجر، سبب اولا خوشنودی و قبولیت خودت خدایا شود و سبب قبولیت و خوشنودی روح پاک محمد علیه السلام شفیع المذنبین شود
و خدایا سبب خوشنودی و قبولیت کتاب مقدس قرآن که قانون زیست زندگانی عالمی وجود، عالمی شهود، عالمی دنیاست، برای قرآن هم رضا شود خدایا و ثواب امر معروف و نهی منکر و قدم صالحان را که با صدق صفا از گوشه اینما المؤمنون اخوه و خانه برادر حاجی ما قدم رنجه کردیان، موی سفیدان و کلان سالان و شب زنده داران و اهل طریقت و شریعت خدایا پروردگار و روحانیت پیران و استادان، پدران و مادران، انبیا و مرسلین، شهدا و صالحین، جمیع گذشتگان گوینده لا اله الا الله محمد رسول الله، علی خصوص اهل خیرات و صدقات و رحمت و مغفرت کنی و روحانیت جمیع گوینده لا اله الا الله محمد رسول الله در عرض رحمتت قرار فرمایی و زندگان را خدایا توفیق دین و شریعت، خدایا دین و شریعت ما را در کره زمین جاری بگردانی، کافران را خدایا هدایت کنی، مسلمانان را استقامت بدهی خدایا پروردگارا، دین و شریعت ما را در کره زمین علل خصوص در بلاد مسلمان نشین و مسلمان نجات نصرت و ظفر فرمایی، خدایا کافران را هدایت کن و الی هلاکشان کن خدایا پروردگارا، از فضل کرمت دین و شریعت ما را که عزت و شرف ما در درگاه به دین و به ایمان و به عمل صالح است پروردگار قوت و توان و نصرت و ظفر فرمایی و زبان و دل ما را و باطن و ظاهر ما را و جمیع گوینده لا اله الا الله محمد رسول الله را خدایا دین و زبان و ظاهر و باطن شب به خودت و به کتابت و به رسولت و به شریعتت خدایا موافق در رضا و رحمتت قرار فرمایی. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاستاذنا ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات وصلى اللهم على نبيك الكريم محمد وآله وصحبه وجميع إخوته وآلهم وصحبهم طيبين طاهرين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.